امروز میخوام همین توپک‌های پنیری فوق‌العاده خوشمزه و کشدار رو بهت یاد بده درست کنیم. سیب زمینی رو پوست میکنیم، با آب پس میکنیم و بعد با هر وسیله‌ای که دم دستمون بود خوب لهش میکنیم. پنیر پیتزا نشاسته ذرت، نمک صورتی که سرشار از منیزیم و آهن و برای کمخونی مناسبه و همراه ادویه‌ای که همه رو تو کپشن براتون نوشتم رو اضافه همه مواد رو خیلی خوب با هم ترکیب میکنیم. یه مقدار از مواد رو برمی‌داریم، وسطش پنیر پیتزا یا موتزارلا قرار میدیم، داخل دستمون فرم میدیم و نیم ساعت فریز میکنیم. بعد نیم ساعت توپک‌ها رو اول به تخم مرغی که کاملا زدیم تا از لختگی در بیاد، بعد به پودر سوخاری که من از پودر سوخاری پانکو استفاده کردم آغشته میکنیم. تو روغن داغ البته با حرارت ملایم تقریبا 1 دقیقه سرخشون میکنیم. برای سالاد سزار اول کاهو رو حسابی میشوریم، خرد میکنیم. رسیپی اصلی سالاد سزار گوجه نداره، اگه دوست داشتین با حالت تزیینی میتونید ازش استفاده کنید. بعد یه سینه مرغ رو قبضه میکنیم، با بیفتک کوب چند تا ضربه بهش میزنیم. بعد به روغن زیتون، نمک آبی که مختص مرینیت کردن گوشه سفیده و ادویه‌ای که همه رو تو کپشن براتون نوشتم مرینیت میکنیم و نیم ساعت داخل یخچال استراحت میدیم. این فاصله نونای توستی که کنارهاش رو گرفتیم رو مکعبی خورد میکنیم، با روغن زیتون، نمک صورتی و پودر سیر مخلوط داخل تابه و داخل هواپز میذاریم که کاملا برشته بشن. سینه مرغی هم که کاملا مرینیت کرده بودیم رو داخل تابه گریل میکنیم. برای سسش زرده تخم مرغ و سرکه رو 3 دقیقه کامل میزنیم. یه نکته هم تو کپشن براتون نوشتم: مایونز، خردل، بالزامیک، آب لیمو ترش، روغن زیتون و پنیر پارمزان اضافه میکنیم و همراه دلنمک که برای سالاد عالی. و نوش جان.